یک سوال دیگر در اینجا آمده است که برادری از من پرسیده است که مادر من گنگ هست، آیا مقصد طریق نماز این چگونه است؟ برادرای عزیز، من پیشتر در باب نماز مریض یک بابی را یک تای ممکن چند دقیقه در اطراف آدمانی که بیمار هستند من انشاءالله یک برنامه کردم. شاید که وای پیشتر از این سوال و جواب برای شما رسد. نماز از گردن هیچ کس ساقط نمی شود، خواه گنگ باشد، خواه کور باشد، خواه کر باشد، فرقی ندارد. برای همه اینها هم نماز وظیفه‌شان فرض است. برای این یعنی نفری که گنگ باشد مثل همین آدمایی که نماز میخوانند، خلاص اگر در جماعت رفته اشتراک کنند خیلی دیگر قرائت امام قرائت شد، لیکن قیام و رکوع و سجده و هر چیزی که نماز خوان دارد او هم باید داشته باشد. وقتی تنها گذار باشد در اینجا همون آیت‌هایی را که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله مهربان میگد من از بنده مقدار همون قدرت و قوتش طلب دارم. یا الله مهربان میگه فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسین همون مقداری را که قوتش دارید. برای همین مادامی که زبان اینا نطق ندارد به همون قدرتی که دارد، به همون ترتیبی که دارد، مقصد اونها خواه با زبانش میتوند، خواه با قلبش میتوند، اونها مقصد خوانند، خلاص نمازشون درست میشه. همراه چی مقداری که قدرت و قوت دارد به همون مقدار قوت و قدرت خودش باید نمازش خواند. برادر عزیز، سوال دیگری که آمده است، گفتن بابا جان در مسجد توف کردن حکمش چی هست؟ در مسجد یک آدم برادرای عزیز یک آبی دهنش میریزه، یک آبی بنیش میریزه، لیکن اگر روی مالچه باشه آدمی که بینیش هم میتکانه یا آبی دهنش هم میگیره یا یگان مقصد سلفه میزنه، خفه میزنه، یگان آبی دهنش بیرون میشه، اونها را اگر در روی مالچش بگیرد هیچی باقی نداره. اگر چندی در طبیعت مردم ما یا بگیم در همین مردم ما همین خیال عادت شده است که در پیش یکدیگر بینی را نمیتکانند یا آبی دهنش نمیگیره. این هم یک بگیم از مدنیت این مردم ما هست. لیکن وقتی که ضرورت کی شد برادر عزیز در این کار خفگی نکنید. بعضی آدمی هست که دیگر بیچاره و خیلی کنترل کردن نمیتونه، برای همین برای او یگان مشکلات ایجاد نکنید. لیکن نفری که در درون مسجد در آید و اگر قصدن توف کند این یکی از گناه های بزرگ است. پیامبر نازنین مانگو وقتی که من در شب معراج وقتی پرسان کردم از عملی که در او ثواب زیاد باشد، گفتن الاذی یمات عن الطریق، هر یک اذیتی که در راه باشد او را از سر راه مسلمان ها دور کنی بیشترین ثواب گفتن در همینه. ما یک حدیث دائمی میگفتیم لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنه، مردی را دیدم پیامبر میگه من در جنت که تمام امکانیت و شرایط برای فراهم است. گفتم جبرائیل که این مردک مقصد بچه یگان پیامبر است یا این مردک چی خدمت کرده است که این قدر امکانیت و شرایط الله برای این داده است؟ میگه حضرت جبرائیل در جواب پیامبرمون چی گفتن؟ گفتن فی شجرتین قطعها عن ظهر الطریق کانت تؤذی المسلمین. این مرد یک نوده را در قد راه آویزان بود، همین گذشتگی آدم آزار میداد. همون نوده را گویم با تبر زد، گرفت، از راه بیرون کرد و مردم آزاد در همون راه میرفتن بی یگان اذیت.
الله مهربان همین درجه و مقام دادش. برای همین یعنی گفت چیزی را در شب معراج از همه ثوابی زیاد در همین یافتم. و وقتی که به گناه نظر کردم که از همه گناهی وزمین چی بود، گفت النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. یعنی نخاعه توف، همین توف کردن در مسجده که مقصد وقتی میدرای آدم میبینه در بالای جای نماز توفه، میبینه در تنه دیوال مسجد توفه. ولی یک حدیث نخامه داریم که پیامبر آمد میگه در جای محراب کسی توف کرده است، حضرت گیری با عصای دستش میگه همورا خاک شدگی بود، خراشید مقصد غلطان در زمین. گفت انا این کار نکردین، بین محراب و بین شما الله گفت وجود داره. به این خاطر مسجد برادر عزیز این جای سجدگاه است، این خانه الله است. وقتی شما در محراب، در دیوال، در تگی قالین شای، در بالای قالین شای وقتی توف میکنین، پیامبر گفتن از همه گناهی و عظیم ترین همین است. برای همین شما همراه خودتان دستمال برین و هر آب دهنی که میشود در دستمالتان بگیرین، انشاءالله هیچی باقی نداره. زن طرف مرد گوید که تو را 3 طلاق کردم، نکاح بریده می شود یا نه؟ نه، یعنی طلاق در دست زن نیست. زن اگر گوید که 3 طلاقت کردم، طلاق نمی شود. وقتی که طلاق در دست زن دادی، مقصد هر دو طرف پهلو با پهلو شیشتگی اینو میگن که بیا زنک مقصد با مصلحت یا دیگر جدا میشیم. زنک میگه میلش، مردک میگه مقصد که من نمیخوام که ای دهنم همی کلمه برایه و اینا طلاق تا در دست دادم. همین زمانی که گفت در دست دادم، همین زنک دیگر مجلس دیگر نکنه، یعنی یگان گپی الهوگی نزنه، یا ایجاش خیسته یک کمه فکر کنم بعد مقصد جوابشو میگم. همین در حالی که مردک طلاق داده همینجا گوید خدمت 3 طلاق کردم، اینجا باید طلاق میشود. وقتی که مردک طلاق در دهن زنک گذاشت یا در دست زنک داد، با همونم در همون لحظه مجلسش دیگرگون نشود. یعنی کمه از زنگ بزنم پرسم، یا اینکه در همین بین یگان گپی دیگر و یگان مسئله دیگر را بدازد، همون زمان اگر گرفت طلاق کرد میشه و ایلا دیگر طلاق در دست مردکه. ولی برای چی بعضی وقت من ناراحت میشیدم که بچه های ما طلاق در دست آتش میته، در دست آچش میته، یا سفر میکنه طلاق من در دست نمی اکمای، یا طلاق من در دست خواهر مای. دیگه این بیچاره تا آمدن این مردک در عذاب و اذیت یا گرفتار میشه که یک مبادا یا طلاق هم نکنن، حالا که یک گپی هوا یک سفسطه هیچی معنی نداره. خب بابا جان، من برای پرنده هایم از یک شخص دانه خریدم، دانه ها دزدی بودند. من پرنده هایم را فروشم و پولش را به یگان آدم کمبغل صدقه کنم، خدا ما را میبخشد. و گویا چیکار کنم که خدا ما را بخشد؟ الله مهربان دادرای ما را و خواهرای ما را توفیق دهد که این برادر ما پرنده داشته است، دانه خریدگیش از راه دزدی بوده است. اگر میدانست و میخرید، در اینجا در همون بیننگی و بیعاری و گناه همون دزد شریکی. یعنی یک چیزی دزدی را فرق نداره چیزی باشد، وقتی میدانی همین دزدی میخریش، یعنی تو کمکی در همون دزد کرده، تو را یاردمش کرده. برای همین قرآن میگه که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا دیگر در کار گناه یاردم نکنین. مادامی که این کس که یاردم کرد الکی در همون دزدی همین آدم هم شریکه، لیکن این کاری که برادر ما کرده است و نادانسته گرفته است، اینجا در نه به برادر ما زیانه نه به پرنده های او. برای همین انشاءالله شما یگان زیانی نکردیم برادر عزیز.
انا فقط مقصد وقتی که اگر دانستین که این دزدی هست و صاحبی همو اگر معلوم باشد، شما همون را به صاحبش بر بگردانید. این همی قدر راه هست که گردنتون ساقط شود. تمام دیگر اگر صاحبش ندانی و هم قدانی که دزدی های، همون مبلغ در یگان بیچاره صدقه کن، های گردنت ساقط میشه. استاد عزیز، شوهرم فرزندایم را بسیار دعای بد میکنند، حقارت های بد میکند. آیا دعایش در حق فرزندا قبول میشود یا نه؟ اینا وقتی که فرزند حقارت میکنی، فرزند دعای بد میکنی، بیشتری همین گویم حقارت ها و بیشتری دعاهای امروزه ایروی جهل و جاهلی های. هیچ کدام اینا من امروز بگم میپرسم، تحقیق میکنم، هیچ کدام اینا به خاطری نه الله های، نه دین های، نه ملت های، نه تربیه های، نه مقصد برای یک عائله سالم های. همه همین ایروی جهل های، دیوانگی های و ایروی خصلت های بدی که همون مادرها و پدرها دارن، فرزندا را حقارت میکنن، فرزندا را دعای بد میکنن. برای همین این دعاها و این حقارت های اینها به ضرر خود همون کلانترهای ما و شما هستند. اسمم رحمان علی است، ولی بسیاری ها رحمان میگویند. این درست است یا این که رحمان علیم بگن یا عبدالرحمن؟ البته عبدالرحمن بهترین است. هر کسی رحمان علی است یا رحمان است، شما را عبدالرحمن فریاد زنین، این بهترین میشد. میگویند که صلوات را به طهارت خوانید گناه است. این درست است؟ نه. به طهارت حتی آیت قرآن ناقپیده، اگر از یاد آیت قرآن هم که گویی، هیچی باکی نداره، گناهگاری نداره. حالا که صلوات با خیر است گویی، هیچ باکی نداره. شما میتونید در حالت به طهارتی تونم صلوات بگین، در حالت به طهارتی تسبیح بگردانید، در حالت به طهارتی آیات قرآن هم تکرار کنین، هیچی باکی نداره. استاد میگویند که شیطان ملائکه بود و از آتش است. آیا دیگر ملائکه هم از آتشند یا نه؟ این گپ اصل ندارد. شیطان یا جین بگیم یا افریت، اینها همه از آتش آفریده شدند، ولی ملائکه از نور آفریده شده است. بین نور و بین آتش فرقه. برای همین شیطان یا ابلیس این ملائکه نبود. برادر عزیز، بابای حاجی، من در مهاجرتم، پیش از خواب طهارت میکنم، قرآن میخونم، ولی خوابهای بد میبینم، آدم ها را با صورت زشت میبینم، چیکار کنم؟ هرگاهی که شما وقتی که طهارت میکنین و مقصد که قرآن میخونین، پیش از خواب باز همون آیت الکرسی را خوان، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوان، در دستت بدم، در تمام بدنت بمار و همچنان به طرف راستت بگرد، خواب کو، بسمک اللهم اموت و احیا بگو. اگر مبادا یگان خوابهای زیشت هم دیدی، بیدار شدی، همین طرف چپ ده مثلا توف کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، همین طرف توف کن، با سرتبان خواب کن. که این همون ضررهای جین ابلیس های. وقتی که تو میخیزی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم طرف توف بکنی، خواب که انشاءالله دیگر به تو نزدیک نمیشه. این بود برادران عزیز چندین سوالی که در پیش من بود. الله مهربان توفیقامون رفیق، ایمانهامون کامل و از این ماه مبارک رمضان روزه داشتن بر یکایک ما و شما الله مهربان نصیب گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.